نامه به عبریان باب 9. پس عهد یکم نیز دستورهای عاید به عبادت خدا و قدس زمینی داشت، زیرا خیمه به قسمها ساخته شده بود. قسم یکم که در آن چراغدان و میز و نان تقدیم بود و آن قدس نامیده می شود. و در پس پرده قسم دویم خیمه بود که قدس قدس ها نامیده می شود، که در آن بخوردان طلایی و صندوق عهد بود که همه جایش طلاکوب شده بود و در آن ظرف طلایی پر از من، عصای شکفته هارون و لوحه های عهد بود. و به بالای آن کروبیان جلال بودند که بر کفارتگاه سایه می افکندند. در این خصوص حالا مفصل سخن راندن لازم نیست. در چنین شرایط کاهنان به قسم یکم خیمه همیشه می درآیند تا که عبادت خدا را بجا آورند. اما به قسم دویم خیمه سال یک بار فقط سرکاهن می درآید، آن هم بیخون نه، که آن را برای خودش و برای خطاکاری های قوم قربانی می کند. و روح القدس با این نشان می دهد که تا دمی که خیمه یکم وجود دارد هنوز راه قدس گشاده نشده است. وی تمثال زمان حاضر است که در آن هدیه ها و قربانی های تقدیم کرده می شوند که قادر نیستند وجدان تقدیم کننده را آسوده گردانند. و آنها با چیزهای خوردنی و نوشیدنی و با هر گونه طهارت و مراسم دستورهای منسوب به جسم بوده فقط تا زمان اصلاح مقرر کرده شدند.